حلوای عربی یکی از بی‌نظیرترین حلواهاست که به کشدار بودن و طعم متفاوتش خیلی معروفه. بهت قول میدم یه بار امتحانش کنی بی برو برگرد عاشقش میشی. تا الانم هر کی امتحانش کرده شیفته یه طعم متفاوت و بافته جذابش شده. یه سری نکته خیلی مهم اما در عین حال بسیار ساده هم داره که ندونستنش باعث میشه به جای کشدار شدن گلوله شه. پس حتما تا آخر با دقت ببین. با اکوکو همراه باشید تا بریم این حلوای عربی خوشمزه رو درستش کنیم. اول از همه 3 پیمونه آب رو توی قابلمه میریزیم. بهش 2.5 پیمونه شکر اضافه میکنیم. حرارت رو روشن میکنیم تا شکر ذوب شه. توی همین حین 1 پیمونه آرد سفید رو توی تابه علک میکنیم. روی حرارت کم مدام هم میزنیم چون خیلی سریع ممکنه بسوزه. برامون بنویسید اصالتاً اهل کدوم شهرید؟ آیا توی شهر شما حلوای